شش حق قرآن در این حدیث خیلی واضح بیان شده که خیرکم من تعلم القرآن و علمه. این دو تا جمله است، تعلم القرآن و علمه، یاد گرفتن قرآن کریم. یاد گرفتن قرآن کریم این میشه یاد گرفتن الفاظ قرآن کریم، الفاظی که به عربی است، زبان مادری خیلی ها نیست، بنابراین باید این الفاظ به می عربیش به مو شکل زیبای عربیش یاد بگیریم. معنای قرآن را یاد گرفتن، به خاطر که به زبان مادری خیلی ها نیست، پس باید معنایش را هم یاد بگیریم. و بعضی آیات قرآن کریم خیلی ساده و آسان و واضح هست، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرآن آسان است، ولی بعضی آیات قرآن کریم نیاز به تشریح داره که این تشریح پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده، ما باید دنبال او تشریح باشیم و یاد بگیریم که تفسیر میگن. و دیگه حق قرآن کریم سر ما است که ما قسمت های از قرآن کریم را در سینه خود، در حافظه خود بسپاریم. دل ما باید در قرآن باغچه از قرآن باشه. اگر بتانیم کل قرآن در دل خود و سینه خود جای بتیم که این بزرگترین نعمت است که برای انسان نصیب میشه. این ماهر به قرآن میشه، این با سفره و کرام البرره می باشه و این کسی است که مقامش در جنت از کل یک بالا می باشه. برای قاری قرآن گفته میشه اقرأ وارتقی، بخوان بالا برو. فمنزلتک عند آخر آیت تقرأ، جای تو در آخرین آیت است که میخوانی. پس کسی که آخرین آیت قرآن میخونه بلندترین مقام در جنت میگیره. ولی دیگرایی که توان حفظ کل قرآن ندارن، قسمت در قرآن باید حفظ بکنن، در او دلی که قرآن نباشه، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه الجوف الذی لیس فیه شیء من القرآن، او دلی که در او هیچ چیزی از قرآن نباشه کالبیت الخرب، مثل خانه خراب است. بنابراین حفظ یک قسمت قرآن به خاطر نماز خواندن، به خاطر قیام شب، به خاطر زندان رفتن که در اونجا قرآن به تو نمی باشه، به خاطر بسته کردن چشمایت که وقتی تو به عنوان مجرم گرفتار میکنن، چشمایت بسته میکنن، دیگه با قرآن خداحافظی میکنی. باید قسمتی از قرآن را حفظ داشته باشیم. حق دیگه قرآن است که به او عمل کنیم. حق پنجمش عمل به قرآن است. وقتی قرآن یاد گرفتیم باید سرش عمل کنیم. هر چیزی علی هدایتی از قرآن را که ما یاد گرفتیم باید رو در زندگی شخصی خود تطبیق بکنیم. چرا این کارا بکنیم؟ به خاطر یک الله گفته لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم به شما قدوه است. پیامبر چی کار میکرد؟ از عایشه رضی الله عنها گفتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میکرد؟ از اخلاقش برای ما بگو. گفت کان خلقه القرآن. اتقرأ القرآن؟ قرآن میخوانی؟ کان خلقه القرآن. این چیزی که در قرآن بود، اینمی اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. بنابراین عمل به قرآن. و آخرین چیزی که حق قرآن است، ششم چیزی که سر ما حق داره، و است که قرآن را پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما تدریس کرد و جبرائیل به پیامبر صلی الله علیه و سلم تدریس کرد و الله جل جلاله را به جبرائیل القا کرد. بنابراین دیگه پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم نیست که قرآن را برای ما القا کنه. این ما باید نسل به نسل یکی به دیگه برسانیم. تعلم القرآن، یاد بگیریم، این 5 شرط را او تطبیق بکنیم. و علمه، و یاد گرفتگی خود به دیگران یاد بدیم. تدریس قرآن این بهترین مصروفیت است، بهترین مشغله است. بهترین انسان کسی است که قرآن را یاد میگیره، او را به دیگران یاد میده. خیرکم من تعلم القرآن و علمه. اساتید قرآن، مدرسین قرآن، حفاظ قرآن، اینا کیستن؟ اینا بهترین های مردم هستند. بنابراین ما هر کدام ما وقتی قرآن را هر قدر که یاد گرفتیم کوشش کنیم که را به دیگران یاد بدیم.